سلام، بریم بر معرفی ایردراپ کلوک. این ایردراپ مثل چت جی پی تی و دیپسیک یه هوش مصنوعیه که فعلا تو حالت آزمایشی قرار داره و برای تست کردنش بهمون پوینت میده. احتمال زیاد این پوینت ها میتونه تبدیل بشه به توکن. خب بریم ببینیم چجوری میشه ثبت نام کرد. دو مدل با حساب کاربری و ولت. من ولت انتخاب میکنم و بعد با متاماسک ثبت نام میزنم. یه تاییدیه ازمون میخواد که باید بدیم. رو کانکت میزنیم. حالا دوباره رو ساین این میزنیم. تاییدیه رو بهش میدیم تا ثبت نام کامل بشه. خب وارد شدیم. اینجا باید سوالای با معنی بپرسید از هوش مصنوعی و عملکردش رو ببینید. خیلی دیر جواب میده که کاملا طبیعیه چون تو حالت آزمایشی قرار داره. اینجا روش های افزایش امتیاز گفته هر روز 10 بار میتونید چت کنید. هر چت 10 امتیاز میده. رفرال هم اگه دعوت کنید امتیاز خوبی داره. خیلی طول کشید جواب بده ولی من فارسی سوال کردم انگلیسی جواب داد. هنوز جای کار خیلی زیادی داره تا به چت جی پی تی یا دیپسیک برسه. خب اینجا میتونید ببینید که ایردراپش تایید شده و کانفرم داره. باید با هوش مصنوعی باتش چت کنید تا امتیاز بگیرید. بدونم چند بار امتحانش کنم. سوالای چالشی بپرسید. حالا من میخوام ازش بپرسم ببینم اصلا این کلوک چیه. اول برم امتحان کنم ببینم فارسی میتونه برام بنویسه یا نه. براش بنویسم برام فارسی بنویس. ببینم عمل کردش چجوری. خیلی طول میکشه چون روی حالت آزمایشیه. خب بذارید ازش بپرسم ببینم چه جوابی میده. درباره همین پروژه خودش که روی پلتفرم میرا نتورک هست میخوام بپرسم ببینم چی میگه. خب میخوام براش بنویسم میرا نتورک چیه. بذار ببینیم میتونه جواب بده یا نه. صبر میکنیم. خب این دفعه فارسی جواب داده. میرا نتورک رو کامل توضیح داده ولی بازم نسبت به چت جی پی تی و دیپسیک خیلی ضعیفتر عمل کرده. حالا چون حالت آزمایشیه ممکنه تو اصلی خیلی بهتر بشه. اینجا هم که میبینید گفتم که تا 10 بار چت میتونید بکنید. هر چت 10 امتیاز میده. اینجا امتیازهای کامل رو گذاشته. 3 مدل موتور هوش مصنوعی داره که چت جی پی تی و دیپسیک هم بینشون هست. اینا رو یه امتحان بکنیم ببینیم جواب میدن یا نه. من روی جی پی تی میذارم و می‌نویسم ایردراپ کلوک توضیح بده. ببینیم چی کار میکنه. میتونه جواب بده یا نه. همونطور که گفتم باید هر روز 10 بار چت کنید با این. کامل جواب داده. ایردراپ کلوک امتیاز هم میبینید 130 شد. 100 امتیاز به خاطر کد رفرال داده. پس حتما با رفرال ثبت نام کنید تا اون 100 امتیاز هم بگیرید. هر روز هم 10 بار با باتش چت کنید. هر چتی 10 امتیاز داره. یادتون نره که این کارا رو انجام بدید تا میتونید پوینت بیشتر جمع کنید. من یه سوال دیگه ازش میپرسم بذار ببینم میدونه از یوتیوب چجوری میشه پول در آورد.
با هم دیگه صبر میکنیم ببینیم چی میشه. بریم یه سر به حساب ایکسش بزنیم. یه نکته مهمی که اینجا نوشته گفته چت کنید و میران نتورک پاداش بگیرید. پاداش رو با میران نتورک میده، یعنی پاداش ایدراپ ما میران نتورک باید ثبت کنیم این شبکهش لیست بشه و پاداش رو با توکن میران نتورک به ما بده. اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.